بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو برازنده فضلی. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادرای عزیز، الحمدلله در مجلس که ششتن بخیرم ریش سفید مستن دیگه کلشان جوانات. الحمدلله. امشب ما شما سوره فاتحه را ترجمه و تفسیرش میخوانیم. سوره فاتحه ایره ام الکتاب میگن. ام الکتاب چرا ایره میگن؟ به خاطر ازی که تمام آنچه که در قرآن است کلش در این یک سوره فاتحه خلاصه شده. اگر کس سوره فاتحه را ترجمه و تفسیرش و معنایش و مقصدش درست فهمید، کل قرآن هم میفهمد. و اگر سوره فاتحه را نفهمید، باز کل قرآن هم نمیفهمد. از این خاطر چی میگن؟ سوره مادر میگن. در سوره فاتحه مفسرین محترمی که اگر شما ببینین هر مفسر یک رشته خاصی داشته، فکرتان باشه. هر مفسر امی تفاسیر یک وقتی که ماستری خود نوشته میکردم، ماستری من درباره تفاسیر بود. باز وقتی که من تفاسیر خواندم، این یک تقسیم بندی کردم. در تقسیم بندی تفاسیر دیدم که هر مفسر در هر رشته که تخصص داره قرآن مطابق رشته خود چی کرده؟ تفسیر کرده.
مثلا یک نفر در زبان شناسی، مثلا در نحو، در صرف، در بلاغت بسیار وارد بوده، ای اونمو فهم خود در زبان شناسی سر قرآن تطبیق کرده. یک تفسیر از به نام البحر المحیط، ای از یک عالم است به نام ابن حیان اندلسی. ای کل تفسیر هر آیت احکام نحویش هم میگه، صرفی رو برش میگه، بلاغی رو میگه، اعجاز قرآن. این قسم مطابق رشته خود بیان میکنه. بعضی کسا هستن که در سیاست بسیار معلومات دارن، مثل شهید سید قطب رضی الله رحمت الله علیه. این تفسیر از این تفسیر سیاسی هست، زیادتر قضایای سیاسی را بحث میکنه و از آیات قرآن مسائل سیاسی را استنباط میکنه. تفسیر فیض الله القرآن که بخوانین اکثرا تفسیر چی هست؟ سیاسی هست. بعضی از تفاسیر است که یک عالم صوفی بوده، اما آنچه که در تصوف و مسائلی که مربوط به تصوف میشه اون مسائل آورده در قرآن داخل کرده و بالاخره در تفسیر از این بحث کرده. بعضی علما مثل تفسیر قرطبی، علامه قرطبی، این فقیه بوده، زیاد در تفسیر خود مثل معارف القرآن مفتی محمد شفیع که به اردو نوشته شده، به فارسی هم ترجمه شده، این زیادتر تفسیرش تفسیر فقهی هست، مسائل فقه را گفته که اختلاف مذاهب و علما چی گفتن و زیاد سر از این بحث کرده. علامه مودودی هم سیاست مدار بوده، زیادتر در تفسیرش مسائل سیاسی را زیاد گنجانده. پس هر کسی از قرآن عظیم الشان مطابق اونمو استعداد خود برداشت کرده. و بعضی کسا را ببینید که حتی منحرفین، کسایی که به فرقه های بدعتی مبتلا هستن، اونا هم خواستن که امو اندیشه های باطل و غلط خود سر قرآن تطبیق. پس به نام تفسیر قرآن بریلوی هم تفسیر دارن، قادیانی هم تفسیر نوشته کردن. اینال یکی است که یک کسی مطابق خواسته ها و خواهش ها و هوای نفس خود قرآن تفسیر میکنه، یک کسی است که در قرآن تدبر میکنه و تفکر میکنه و از قرآن اما معانی که الله خواسته مطابق استعداد بشری او را استنباط میکنه. پس چه قسم ما میتونیم از قرآن استفاده بکنیم که پیش ازی که او اندیشه هایی که خود ما داریم خود از او خلاص کنیم، در قید خود نمانیم، باز بالاخره در قید خود او را چی کنیم؟ قرآن تفسیر نکنیم، بلکه قرآن عظیم الشان بخوایم که بفهمیم که قرآن چی میگه، ای که مثلا به چی نظر دارم او را ترک بکنیم، آنچه قرآن میگه او را باید بفهمیم. در قرآن الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ افلا یتدبرون القرآن، چرا این مردم در قرآن تدبر نمیکنن؟ همین در رمضان بسیار مردم قرآن میخوانه، یک نفر 4 مرتبه 5 مرتبه ختم قرآن کرده، لکن از قرآن چی استفاده کرده؟ هیچ. اونمو انسان بیدین و گمراهی که قبل از رمضان بود، همین رمضان که ختم شد پس اونمو بدبختی، اونمو بی ایمانی، اونمو قوم پرستی، اونمو نشنالیستی، اونمو تعصب، اونمو بینمازی، اونمو شرک، اونمو کفریات، اونمو بدعت ها، پس به کل ازی مبتلا هست. چرا؟ به خاطر ازی که قرآن فقط چی کده که تراویر 20 رکعت پورا کنیم. حالا این 15 رکعت شد، برو خوب شد، 16 17 تا که 20 پورا شد. قرآن هم قاری صاحب چقدر خواندی؟ آفرین تیسیز بخوان، تیسیز خلاص شد. اما قرآن خبر از این نیست که تو تیسیز بخوان و تیسیز ختم بکن، نماز تیسیز بخوان و تیسیز بخوان، هیچ چی فایده نمیکنه. یک صفحه قرآن بخوان، صحابه کرام چی عادت داشتن؟ 10 آیت میخواندن، این 10 آیت حفظ میکردن، معنای از را خوب میفهمیدن، این 10 آیت خوب تدبر میکردن، این 10 آیت سر خود خوب تطبیق میکردن، بعد از او به 10 آیت دیگه شروع میکردن. اینا اگه قرآن او قسم تفکر و تدبر بکنیم،
قرآن در ساختار شخصیت ما را می سازه، عقیده ما را جور میکنه. اما اگر نه که قرآن فقط خوانده بریم با الفاظش، الفاظ بی‌معنی حفظ بکنیم. چند نفر مثلا در افغانستان اگر ببینی که 10,000 حافظ قرآن است، از 10,000 حافظ قرآن 100 نفرشان معنای قرآن نمیفهمن. از این خاطر یک چیز میگه و برعکس از او عمل میکنه. لعنت الله علی الظالمین، خودش ظالم است. لعنت خدا سر مشرکین است، خودش در شرکیات مبتلا است. لعنت خدا سر مفسدین است، خودش فساد میکنه. بسیاری کسا از قرآن تلاوت میکنه و معنایش تدبر نمیکنه. از این خاطر قرآن کم آدم بخونه، 10 آیت بخونه بهتر است نسبت به 100 آیتی که به معنا تیر شه و هیچ فایده نکنه. حالا بین همین سوره فاتحه را امشب ما شما یک مرور بکنیم و ببینیم که قرآن برای ما در این سوره فاتحه چی میگه و بازی رو در زندگی عملی خود تطبیق بکنیم که من زندگی من چطور است. اول شروع میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تفسیر میکنیم و تطبیقش میکنیم در جامعه خود. اتونه که تفسیر بکنیم از زمان سابق والا صاحب تو شده بود آله هیچ مرا غرض نیست که قرآن خود سابق گپ میزنه دیگه. نه، قرآن باید سر زندگی فعلی خود تقسیم اوقات خود در هر آیت داخل بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ پناه میبرم بالله به الله سبحانه و تعالی من الشیطان الرجیم، از شر شیطان رانده شده. به این سر اعوذ بالله 5 دقیقه فکر کنیم چی میگیم. در اینجا در قرآن عظیم الشان ما و شما چی میگیم؟ اعوذ، ما پناه میجویم به کی؟ به الله. بالله به کی؟ خلاص. چه قسم درس عقیده میگیریم؟ که ما بغیر از الله به کسی دیگه پناه نمیبریم. صحیح؟ معنیش همین است یا نیست؟ خب حالا بیاییم در افغانستان در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که قرآن نازل شد، یک تعداد مردم به بت‌ها پناه میبردن. وقتی که مشکل برش پیدا میشه میگه او هوبل، او لات، او منات، بداد ما برس، به او پناه میبرد. یک تعداد مردم به ملائکه پناه میبردن. ایران قرآن گفت مشرک است. یک تعداد مردم وقتی که مشکل برش پیدا میشد پیش جن میرفت. و انه کان رجال من الانس یعوذون، سکو یعوذو یعنی یعوذون، پناه میبردن به کی؟ به رجال من الجن، به جنها. یک تعداد مشرکین در حبشه به کی پناه میبردن؟ به قبرها پناه میبردن. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. گفت الله، نبی اکرم صلی الله علیه و چی میگه؟ میگه لعنت کرده الله یهود و نصارا را. به خاطر چی؟ به خاطر که قبرهای پیغمبرها را چی ساختن؟ سجدگاه ساختن. چرا به قبر پیغمبر سجده میکردن؟ مشکل برش پیدا میشد، میگه بیا که بریم زیارت، بریم پیش فلانی نفر و به او پناه بریم و او ما را نجات بده. یک تعداد مردم وقتی که مشکل برش پیدا میشد پیش درخت میرفتن، اشتوک خود از زیر ریشه درخت دیر میکرد، پناه به چی میبرد؟ به درخت میبرد. یک تعداد مردم به توتکای سنگ پناه میبردن. دقیقا تیگه چه داره؟ این رکت تیگه ده، از این تیگه صاحب یک توتکه قطع میکرد، ایده اینجا خود شانه خود بسته میکرد، به چی پناه میبرد؟ به سنگ. یک تعداد کسایی بودن که به مهره ها پناه میبردن. همی صدف می رفتن از بحر میگرفتن، ایره باز دگردن و اشتکای خود ویزان میکردن. چرا ایره ویزان کردی؟ میگه بی به خاطر ازی که ایره می نگاه میکنن 10 ساعتیه، در ماشون 10 ساعتی چی می نگاه میکنن؟ مهره. پس بعضی کسا به مهره، بعضی کس به سنگ، کسی به چوب، کسی به درخت، کسی به جن، کسی به پیغمبر، کسی به قبر اولیا، کسی به مجسمه شخصیت های خوب، کسی به یکی پناه میبردن. قرآن گفت فاذا قرأت القرآن فاستعذ، وقتی که قرآن خوانی به کی پناه ببر؟ به الله پناه ببر. امیال دمی وطن ما و شما نیست میگه پا؟ هست نیست؟
ای چی فایده میکنه که اینجا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بازو قاری صاحب تو بخوان، بازو میگه اعوذ بالله من الشیطان، باز دیگه در زبانت حمد گویا در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ اینجا میگه که من به الله پناه میبرم، اونجا میری به غیر الله. امیال چقدر دمی سر همی باربند، این باربندک های اشتکا چقدر مورا آویزان است. اشتک خدا به این مورا پناه نداده، با اسپند پناه نمیته، با قبر پناه نمیته، در سنگا اشتکای خدا نمیشه که مگه در زیارت تیگه در دیگه در پخده پکه که وصوله با نمیسوله با پس اعوذ بالله به خاطر چی کار میکنه؟ به خاطر ازی که یک روز هم در اعوذ بالله فکر در هر چیز فکر کرده، در اعوذ بالله فکر نکرد. پس اینال قرآن وقتی که میخوانی در جامعه خود تطبیق بگو، در زندگی خود تطبیق بگو. آیا من که مشکل داشتم یا الله میگم یا مخلوق میگم؟ یا الله میگم. اگر در مشکلاتت یا الله گفتی تو به اعوذ بالله عمل کردی، اگر در مشکلاتت به عوض یا الله نام هر مخلوق گرفتی، یکی الله هست یکی غیر الله هست. در غیر الله کلگی داخل است، ملائکه هم داخل است، پیغمبر هم داخل است، اولیاء الله هم داخل است، سنگ هم داخل است، چوب هم داخل است، جن هم داخل است، ستاره هم داخل است، زمین هم داخل است، کلگی. پس یکی پناه به الله هست، یکی پناه به کی هست؟ غیر الله هست. چند نفر مردم در افغانستان الله و غیر الله را میشناسن؟ تو خود دوست خداست، تو دوست خدا را قبول نداری؟ صحیح، دوست خدا هست، محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هست، لکن الله نیست، غیر الله هست. صحیح نه؟ پس ما برای او احترام داریم من حیث یک پیغمبر، رتبهش بلند است، محبوب الله هست، اولو العزم است، لکن الله نیست. یعنی فهمیدین معنای اعوذ بالله را؟ وقتی که اعوذ بالله خواندیم باید به کی پناه ببریم؟ وقتی که امی تعویذگرا، تعویذ چی معنی؟ خوب فکر کنید. تعویذ از کلمه عوضه گرفته شده، عوضه، عین و زال. این مولایی که تعویذ میته این معنی رو نمیفهمه، در پشت سر در سر دوگان خود نشته کردن تعویذ نویسی را بزوات نشته کردن. دیدید این پیش سینما فامیل اگر سرش نشته است تعویذ نویسی، چون خودش نمیفهمه معنیش. انال عوض یعوذ تعویذا، عاذ یعوذ عوذا، خودش پناه گرفت. عوض کسی دیگه را پناه داد. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که حسن و حسین پناه میداشت چی میگفت؟ اعیذ بکما، شما را من پناه میتم به الله. تعویذ نویس در تعویذ خود نام الله را نوشته میکنه یا غیر الله را؟ امی تعویذ را واس کنین یا نام ملائکه است، یا نام پیغمبر است، یا نام جن است. صحیح نه؟ یک روز یک تعویذ نوشته واس کنین، نوشته کرده شرط توس، خرط توس، مرت توس، برت توس. این نام چی است؟ نام شیطان است. یک نفر میره پیش اون دو تعویذ میگیره، اون دو در تعویذ خودی رو به کی پناه میده؟ میگه اس مسلمان کو भगवान को पनाह दे दिया. صحیح نه؟ به کی پناه داده شه؟ भगवान. دا مسلمان دا که دا نفر چې د اون دو په تعویذ باندې عقیده لري، دا په اعوذ بالله باندې ایمان لري. از این خاطر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه اگر کسی پیش یک فالبین و جادوگر و اینمو کاهن میره، مجرده که پیش ازی میشنه میگه پیر با عبادت ما تالی خو گوره، میگه چلویخت شپی دیده عبادت شف دلید. 40 روز عبادتش پیش یک جادوگر فالبین که میشینه، 40 روز عبادت ازی از بین میره. مثلا چی کردی؟ 3 شب خوب نماز خواندی، اعتکاف هم ششتی، خوب قرآن هم خواندی، ختمونه دی موقع سیده کنه، درشش به خود دستو کنه، بیاز ششک دی مونی و روزی ششک هم چی کردی؟
گرفتی 3 روزی دام خوب دیگه چیز کردی 3 روزی دام در عبادت تیر کردی عبادت امی خوشی های مباح ای هم ثواب داره 30 روز روزه گرفت شب هم خوب قرآن خواند و خوب ختم کرد 3 روزی دام خوب کارهای دیگه کرد صحیح شد نه 6 روز هم ششک گرفت صحیح شد نه 39 روز روز 40 عزیز صاحب رفت بهش مردکه چیز که همی فال ما بی به اساس از حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و 40 روز عبادتش چی شد از بین با مجرد که شیشت و میگه اگر باز بوده که خیست تصدیق کرد که والا بسیار خوب گپاره میگه کافر شده به آنچه که بالای محمد صلی الله علیه و آله نازل شده بالای محمد صلی چی نازل شده قرآن است اینا حالا چه مردم افغانستان در این شرک مبتلا است هست نیست هست نیست استدی کنیدی ها ده اعوذ بالله په معنا باندې پوهیږي به معنای اعوذ بالله نمیفهم پس معنای اعوذ بالله را اگر کس فهمید ما بغیر از الله به کسی دیگه پناه نمیبرم نه به مخلوق نه به ملائکه ملائکه به کی پناه میبرن به الله کدام ملائکه است بگه بیا به من پناه ببر پیغمبر ها به کی پناه میبرن کدام پیغمبر شویه گفته باشین بیا به من پناه ببر اولیاء الله به کی پناه میبرن کدام ولی خدا گفته که بیا به من پناه ببرین پس تو چه قسم پیرو پیغمبر هستی تو چه قسم پیرو ملائکه هستی تو چه قسم پیرو اولیاء الله هستی که بس ضد و گفتی از اونا عمل میکنی سر یک کلمه قرآن مونږ تاسو په یو کلمه باندې 15 دقیقې بحث وکړو هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون الله وایي چې آیا عالمان او جاهلان مساوی دي برابر دي ندی چرا انسان عالم و فهمیده وقت خدا میته در لیلة القدر معنای اعوذ بالله را فهمید پوسی کنه در اعوذ بالله په معنا باندې ها پوسی کنه حالی که اعوذ بالله را فهمیدی سر مادر اولادار اجازه میده که سر باربنده کشتو که مورا را کشال کنه اعوذ بالله الله من الشیطان الرجیم از شر چی؟ شیطان رانده شده اینال شیطان چرا رانده شد؟ شیطان کارهایی میکرد که رانده شد که اگر ما او کارا بکنیم ما هم رانده میشیم شیطان چی کارا میکرد؟ یکی از کارهای شیطان چی بود؟ شیطان خوب عبادت میکرد فکرتان باشه بسیاری وقتا در عبادت شیطان طرف فریب میده مغرور میسازه بعضی علما و مولوی ها را به حساب علم شیطان چپش کردن که تو خود دیر عالمی در نور خود جاهلان دی ده تا خوب عبادت ده تا چه امریکایان سرم گرزی تو پروانه نلری نو تو خوب عالمی ها اینه پس این شیطان چی عادت داشت؟ شیطان خوب علم داشت میفهمید و شیطان در پالوی ازی خوب عبادت میکرد و شیطان از جن بود. قرآن چی میگه؟ میگه و کان من الجن. شیطان اصلا جنسش چی بود؟ جن بود. ای آمد سه به اندازه عبادت خدا پیش کرد که عین در بین ملائکه داخل شد، در صف ملائکه آمد. لکن الله سبحانه و تعالی قلب هر کس عالم غیب است، میفهم که تو بسیار خیزک میزنی و بسیار دعوا میزنی و بسیار شیخگری میکنی، خب من میفهمم که تو چندان آدم نیستی. چون مؤمن واقعی و انسان بیدین در امتحان معلوم میشن. در چی معلوم میشن؟ امتحان. الله جل جلاله امتحان کردشانه، گفت امر ما هست، اینمی انسان خلق کردیم، برین شما برش احترام کنین. شیطان چی کرد؟ ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا ورزید از امر الله و استکبر و چی کرد؟ تکبر کرد. باز الله برش یک وقت داد، برش گفت که یا ابلیس ما منعک، چی مانع شد که تو برات گفتم امر کردم، امر مخالفت امر مرا کردی؟ شیطان میدونه از بوی که پروردگار را بد کردم،
یک کمک اون وقت فکرم نبود یا چطور چه میگه انا خیر منه، من از او چی هستم؟ بلندتر هستم، رتبه من بلندتر است. انا خیر منه، زخل آدم ندید ما رتبه. من از آتش پیدا کردی، او از خاک پیدا کردی، من آتشی بخیزم بر از او احترام بکنم. چی گفت؟ خدا نسبت به او دیگه چی رتبهش چی داد؟ بلند داد. حال در فارسیوانا بسیار فارسیوانا نیست که میگن ما از پشتونا کده خوب هستیم. پس این شاگردای شیطان هستن یا شاگردای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ شاگردای شیطان. پختانو که دست خلق نیستش وای مونگ پختانه یو. دا نور چه دوڑی تا نان ویل دا چه آدم ندا انسان ندا. دوڑی تا نان. ای پشتونه که داغ پختون دست خبره که داد شیطان شاگرده کنه نه. هم داغ سی هزارگان ازبک چورتازه مسلمانیم. اقبل تا ازبک دیر بیدین ده وای نه کافر ازبک یخشی مسلمان چه ازبک نیو مسلمان باشی ازبک نیستی یوق بر از این خاطر چی هستن؟ حالا اکثر نمی قوم پرستا ده قوم پرستان چی دی؟ دوی ده شیطان شاگردان دی که ندی؟ ها؟ البته وای شیطان الرجیم شیطان وای خود تو شیطانه بسیاری کساش میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شیطان برش میگه خدایت تقبل زانه دی پانا وارد تقبل شیطانه او کاری که ما کردم از او که تو کلانتر میکنی تو خودت قوم پرست هستی من خود قوم هم نداشتم من خود یک آتشه گفتم که اصل من تو کل نگیری تو کل مسلمان ها را پس اینجاست که شیطان به خاطر قوم پرستی به خاطر تکبر به خاطر یک کلمه که گفت انا خیر منه قوم پرستا و ان اکرمکم عند الله اتقاکم ایمان ندارن و با آیت قرآن قبول نداره که ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم معنای دستی که دیسی صدق با تقوا انسان که دیسی چه پختونی پارسیانی ازبکی هزاره توری سپینی افغانی حتی یهودی عبدالله ابن سلام یهودی آمد مسلمان شد رتبه عالی پیدا کرد سلمان فارسی بلال حبشی مسلمان نمیگفت که تو خود تو تور پوست هستی تو سپین پوستی تو دایی تقریبا نه ان اکرمکم عند الله پس از من شیطان الرجیم چی یاد گرفتیم که اگر کارهای شیطان رو بکنیم خودمون هم چی میگردیم شیطان که چی دید شیطان کارو نبوکو اقبال چه گرزو او ده خدای دربار نه محروم اخلاص پوشو کنه خواهم الحمد لله رب العالمين الحمد حمد حمد جمله ثنا و صفت لله خاص برای الله هست رب العالمین که پروردگار عالمین الحمد جمله ثنا و صفت لله خاص دی الله لرده رب العالمین دی رب العالمین خ حالا بیاین سعی کنیم که اینجا الحمدو اینا میگن الف لام میگن ال برای جنس میگن در زبان عربی چی میگن میگن ال برای چی میگن جنس چی معنی یعنی همین تمام جنس ثنا و صفت حمد که است کلش لام برای تخصیص میگه که یعنی برای خاص برای کی است برای الله است خب وقتی که تمام حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست این کسانی که تمام روز نادخوانی میکنه و تو باش که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه او ای پیغمبر دو خدایا تپ لسم آسمانو کی و تپ شلمو کی و تدای دپت الحمدلله جور راضی ناراضی کنه از این خاطر وقتی که میگیم حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست دیگه از حمدگویی مخلوق باید چی کنیم خدا دور بسازیم چرا که حمد برای کی هست برای الله هست برای الله هست الحمد خاص برای کی هست برای الله هست از این خاطر شاعرایی که تمام رو ثنا و صفت غیر الله را میکنن یا به الحمدلله باور صحیح نداره الله از کلمه الله چی درس بگیریم
میگه کلمه الله که است ای از اسماء الله الحسنى هست. الله این کلمه الله که دیگه صفات الله که رحمان که رحیم که المؤمن محیمن قدوس که از چی فرق داره؟ یک فرق اساسی داره. میگه در کلمه الله که از تمام صفات الله در این خلاصه شده. یعنی یک دفعه که میگی یا الله مثل که تمام صفات الله را ذکر کرده. اینقدر ثواب داره. از این خاطر انسان هایی که خوب عقیده دارن میگه خدا نگو، گاد نگو، خدای موایه، الله موایه. عظمت کلمه الله در چی است که تمام صفات الله در چی شده؟ صفات الله سه قسم است. یکی از صفات اللهی است که در قرآن ذکر شده. اسماء و صفات الله هست که در قرآن ذکر شده. بعضی از اسماء و صفات الله است که بعد دیگه پیغمبرها و بعض ملائکه ها گفته شدن. بعضی از اسماء و صفات الله هست که او را الله در علم غیب خود حفظ کرده، به هیچ کس نگفته. و کل ازی در چی خلاصه شده؟ در لفظ الله سبحانه. از این خاطر کسایی که عقیده خوب دارن و عقیده را میفهمن همیشه چی میگن؟ الله میگن. یا الله یا الله یا الله. الله در بنده و رحم میگه، الله رحم بکنه. نمیگه که خدای یا چهتن تعالی یا گاد یا داشتن نوی. چرا که گواره بگویه باز این معنا در او وجود نداره. فهمیدی نه؟ خب الحمدلله رب العالمین. هر کلمه قرآن یک کتاب نوشته میشه. هر کلمه قرآن یک کتاب نوشته میشه. اگر کس سر کلمات قرآن فکر بکنه. رب العالمین، رب چی را میگن؟ میگه رب ذات است. رب کسی است که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. رب حق څوک دی چې ذات عبادت کیږي او قانون تطبیقی. درباره نصرانی ها چی گفت؟ گفت اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. گفت نصرانی ها چرا کافر و مشرک شدن؟ گفتن اینا اتخذوا گرفتن احبار، علما را میگن، علمای خدا، و رهبان، راهبای خدا چی گرفتن؟ ارباب، خدایان گرفتن، رب ساختن برای من دون الله، بغیر از الله جل جلاله. اینال اینی کسایی که احبار و رهبان خدا خدای خود گرفتن یا مشرک شدن. پس اینال از کلمه رب چی درس میگیریم؟ که کسی که موحد و یکتا پرست است فقط عبادت برای کی میکنه؟ به الله میکنه. و فقط قانون کی رو تطبیق میکنه؟ از الله. حالا دموکراسی قانون الله هست یا قانون غیر الله؟ در خلق چه وای چې موږ دموکراسی غواړو، دوی رب العالمین باندې ایمان لري؟ دغه مشکل. سوسیالیزم، کمونیزم، نشنالیزم، دموکراسی، سیکولاریزم یا کلشان نظامای الله هست یا نظامای غیر الله؟ قانون الله هست یا قانون غیر الله؟ حالا تو ربت کی هست؟ الله هست یا غیر الله؟ پس وقتی که رب تو الله هست، آیا تو قبول میکنی که قانون غیر الله را سر تطبیق میکنی؟ پس از این خاطر این کسایی که میگه ما اقتصاد کمونیستی را تطبیق میکنیم، اقتصاد سوسیالیستی را تطبیق میکنیم، ما دموکراسی میخوایم، ما چی میخوایم، یا کلشان با رب العالمین در تضاد هستند. چرا؟ به خاطر از اینکه یا قانون غیر الله را نسبت به قانون الله چی میتن؟ ترجیح. فهمیدین یعنی نه؟ پس اینجا که میگه رب العالمین کی هست؟ الله هست که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. این حال بسیاری کسا را که ببینیم معنای رب نمیفهمن، در رب معنا بنده نپویگی. چه نپویگی بیچاره هر شای چه وای اورنده غلطی کی. العالمین، عالمین
دیتا علما وایي چې عالمین مایعات جامدات گازات په ساینس کې څو شیان دي؟ مایعات دي، جامدات دي، گازات دي، نور همدغه شیان دیگه. اینا در بین از کل مخلوقات داخل میشه. پس الله پروردگار کل از اینا هست، رب العالمین. قانون الله بالای ستاره ها تطبیق میشه نمیشه؟ بالای آفتاب تطبیق میشه نمیشه؟ بالای زمین تطبیق میشه نمیشه؟ 2 روز پیش چطور گرمی بود نه؟ نفس کلگی برآمده بود نبرآمده بود؟ دین روز چه خوب شمالک بود، ابر بود. پس قانون الله سر کل دنیا تطبیق میشه. کلگی تسلیم است. یگانه کسی که سرکشی میکنه انسانهای بدبخت است که از ربوبیت الله انکار میکنه. خب الرحمن، گوره الله وقتی که گفت رب صفت اولش شد، یک صفتش چی شد؟ رب العالمین است. دوم صفتش الرحمن به نهایت بخشاینده است. دیگه صفتش چی است که الرحیم نهایت با رحم است. الرحمن بخشاینده چرا میگم؟ میگه به خاطر از اینکه در دنیا از دوستای خود کده برای دشمنای خود خوب موترهای لوکس میده. دوست خود آزمایش میکنه، دشمن خود چی میده؟ موتر لوکس میده. چرا برش میده؟ به خاطر از اینکه همیشه که نعمتهای الله را در نظر گرفته یک روز توبه کنه. دوست آزمایش میکنه. دوست چی میکنه؟ اشد الناس بلاء الانبیاء. سختترین کسایی که زیاد امتحان میشدن واقعی بودن؟ انبیاء بودن. حالا تو جوان اگه در اعتکاف نشینی این کاکاکای بنگ بنگی سر تو چیز گفته میتونه؟ صحیح نه؟ چون کار پیغمبر کردی امتحان میشی. کار پیغمبر کردی امتحان. اما اگر میرفتی کار ابو جهل میکردی در بیچاره‌ای بودی اتن هم پرتی اون کاکاکا کسون سیل میکنن جرأت گپ زدن نداره. چرا برای سینما رو نمیره نمیگه بیا نماز بخوان؟ وید نماز نمیخوانه. پس چی است؟ از این خاطر فکرتان باشه که انسان مؤمن و دیندار همیشه کسی که در خط پیغمبر حرکت میکنه سر از این امتحان میاره. الله بندای خدا چی میکنه؟ و از امتحان باید خوشحال باشی. چرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر دین توهین شد، به خاطر دین تحقیر شد، به خاطر دین خونش ریخت، به خاطر دین بسیار عذابا را کشید. این حال او پیغمبر خدا بود. اما ما و تو به خاطر دین چی هستیم؟ مشکل ما چی است؟ 5 دقیقه تکلیف کشیدن نمیدارم. اگه باد پکه چالان باشه خوب درس گوش میگیریم، 5 دقیقه که گرمی شد اما لشمک کلگی از درس چی میکنه؟ میره. این چرا میگروزه؟ به خاطر از این میگه خود چی هست؟ خود شوقکی بود. اگه اینجا کوک فانتا بود دین خوش دارم. اگر یک کمک سن فشار آمد انا قرآن شریف زد دوره میزده که نانی چه کنم نه. این حال سباز که باز در دوزخ رفت و در شرک مبتلا شد، باز میگه در ملایان خود چه نوایی مسئله نکی تو که دی پیش ملا ششتی. حالا اینجا درس است که پیش فیلم همیل روزه داشت شو مزه میکنن. حالا که پیش تلویزیون نرفته نششته همیل خواهی نبرش مسئله گفته میشه چرا نمیشینه؟ بازی سبا روز که باز در غضب خدا گرفتار شد باز میگه والا شاید در افغانستان هیچ کس تبلیغ دینه نمیکنه. همیل طور تو که آمدی دمی اول که 6 10 دقیقه 4 کلمه نو یاد گرفتی یا یاد نگرفتی؟ اما او چرا 60 سال تیر شده تا بالا هم در شرک مبتلا هست، خدا شرماندهش تمام روز پیش فال بینا میره. به خاطر ازی که برای دین وقت ندارن. اگه کدام وقت بیایم بشینه یک 5 دقیقه که بگوشه وانا خلاص کلاگه که شو تو رفته کلی شو طرف رفته کلی شو طرف رفته خوش میبره. دین خب که وقتی که دینداری میکنی دینداری خب مفت نیست. در دینداری باید سختی ها رو ببینی. در دین جهاد است، در دین دعوت است، در دین سختی هست، در دین گشنگی هست، در دین مالت باید به خاطر دین مصرف بکنی، انرژی تا مصرف بکنی. از ما چه گپ است؟ والا می درس قرآن هم ششیم تا که
دلم میخواد دیگه. یک کمک که سخت آمد اون یک وقت سعی کنی که ملا صاحب بیچاره تنها مانده، مقتدی ها یکیه کپک کلگی خیسته رفته. سایستی یعنی یک سوره را ما تحمل ترجمه شه نداریم. ما باز ما میگیم در حالی که مردم تو برای مردم پاکستان میگه در دینداری خوب است. خود در دینداری به خاطر چی خوب است؟ به خاطر من در پاکستان بودم که سوال میکردم که در مسجد 1000-2000 نفر مولوی صاحب صبحی که شروع میکرد نه در ماه مبارک رمضان میگفت بعد از نماز صبح شروع کی تریوی به جو پوری ترجمه ده 2000 نفر بر شیشتن او گفتم میره او 780 کلگی شیشتن. افغانستان چرا بیدین است که یک سوره فاتحه را باش ترجمه کنی عوام میکنه. صحیح نیست؟ بازی میگه که والا او چطور است؟ من تو حوصله نداری، تو حوصله نداری، تو شیشته نمیتونی. او پیش عالم خود بس در یک ماه مبارک رمضان من دیدم بسته قرآن ترجمه کردن. چه کنی که گم دستم؟ ها؟ ما خودم دیدم که در ماه مبارک رمضان قرآن مکمل ترجمه کردن 1000 نفر برای شیشته. از ما و تو اگر در یک سال هم برش بگی روز 1 ساعت هم بیا نمیه. چرا شو میخوریم روز خو میکنیم؟ روزه گرفتی والا گرفتم خدای دی قبول کی. خدای چرا کم قبول کی؟ دست روزه که تو حوصله نداری که حداقل یک 5 دقیقه بشه. به هر صورت صفت اولش رب بود، صفت دومش رحمان، صفت سومش رحیم است. صفت چهارمش مالک یوم الدین. اینجا مالک یعنی صاحب یوم الدین است. یوم الدین چرا یوم الدین میگه؟ وای دینداران و رز یک روز میگه د خلقیان و رز د خز و رز د نشنالیان و رز. صحیح نه؟ کلگی در دنیا چی دارن؟ یک روز دارن، اما روز آخرت روز کی است؟ روز دینداران است. از این خاطر مالک از این روز کی است؟ الله. پس مالک یوم الدین اونجا گفت رب العالمین یعنی پروردگار عالمین است، یعنی صاحب دنیاست. و آلی گفت مالک یوم الدین که آخرت هم از کی است؟ از الله است. لکن در این روز کی خوشبخت می باشد؟ دیندارا یا بی دینا؟ اینجا گفت که مالک یوم چی؟ یوم الدین. پس در روز قیامت که مالکش الله است و هیچ کس پادشاه ها ذلیل هستند و کلگی تسلیم است، کلگی دست خالی. پیسه دارا کل پیسی خود کجا مانده؟ در دنیا مانده. در آخرت کتی چی رفته؟ کتی یک کفن. صحیح نه؟ این کفنشون هم در بین قبر چی شده؟ پس کلگی در روز آخرت مثل این علف واره. صحیح نه؟ کلگی بیچاره در غم جان خود است. یگانه که میگه صاحب واسه کلگی برهنه باشه چطور میشه؟ میگه تو مردم در غم هستن. در زلزله تو در زلزله سونکه سعی کردن میدن میگه بگرس که نمیگرس. در روز قیامت تو در غضب خدا گرفتار است که کل ایراد مادگی کالو چطور کنیم؟ پس اونجا پادشاه هم هیچ چیز نداره، پیسه دار هم هیچ چیز نداره، کلگی و مالک کل چیز رب العالمین است، الله سبحانه و تعالی است. از این خاطر الله به خاطر که رحمان رحیم است برای دیندارا چی میگه؟ میگه تو که قرآن هم میخوانی جگرخون نباش. چرا که روز قیامت روز کی است؟ روز دینداراست. روز کی است؟ مالکش الله است، لکن روز کی است؟ دیندارا هست. از این خاطر سعی کن خو اینال میگه سبعتون. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه 7 طایفه مردم هستن که در روز قیامت در یک آیت آمده که یک روزش 1000 سال است، در یک آیت دیگه آمده که یک روز قیامت 50,000 سال است. چرا میگه 1000 سال یا 50,000 سال است؟ میگه این مثال بیان کرده که اگر تو روز قیامت به همراه روز دنیا آل در دنیا که شب و روز خو میشه، خوی در حرکت زمین و حرکت آفتاب میگه با شب و روز پیدا میشه. یا نظام شمسی خو از بین میره. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، کلش تکت میشه. آل شب و روز از کجا شب؟ شب و روز نیست، یک روز است، اونم یک حالت است. اینمی چقدر مقدارش است؟ میگه اگر محاسبه بکنی به حساب دنیا از 1000 سال تا 50,000 سال میگه این قدر طویل است. لکن در این روز الله جل جلاله خصوصا برای شما که جوانا هستین یک خوشخبری داده. خوی پیرا را نگوین، خب از پیرا خطا خوردن. از کی خطا خوردن؟
از ریش سفیدا از موضوع خطا خورده. خب این بر از جوانا هست. چی هست؟ گفته که 7 طایفه مردم هستن که در روز قیامت که کل مردم یکی تا بجلک خود در عرق غرق است، یکی تا زانو غرق است، یکی تا سینه غرق است، یکی تا شانه غرق است، یکی تا فرق سر بیخی در بین اینمی گندب هایی که اینجا هست میگه غرق هستن. میگه در اینجا که هست در استادیوم خود دیدین نه که کل لگی در موزه رفته است، باز یک تعداد مردم یک جایی که بسیار خوب تو پرده دار لوکس جای است نه، میگن اون تو یک جای لوکس اونجا است که در روز قیامت که او را میگن زیر سایه رحمت الله هستن. در اینجا چند طبقه مردم میباشن؟ 7 طبقه. کلش براتون نمیگم. یک طبقهش کی است؟ میگه یک طبقه است که شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که از جوانی در عبادت الله باشه، از جوانی قرآن بخونه، از جوانی نماز بخونه، از جوانی عقیده خود صحیح بکنه، از جوانی اینه که صاحب در جوانی خود چیزی که قوم پرستی و سم پرستی و علی رسال کرده و این از باز که پیر شد در جوانی خود خوب کافر کمونیست بود، باز که پیر شد یک چپنک ثبت کرد، یک قراقلیک پیدا کرد، از صف اول مسجد میشینه. او از دیگه پا محروم است. شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در جوانی در عبادت الله نشأ، در جوانی عبادت بکنه. از این خاطر میگه در جوانی توبه کردن خصلت پیغمبری است، ورنه در پیری هر گبر مسلمان میشه. کمونیست هم ببینه که در خانه کشیدش باز کپک میای قرار در مسجد شیشته پیش بخاری وایدت جماعت بخاری دیده گرمه ده کنه البته کور کی نپریدی بیالته دونگی که البته غیبتونه به جماعت که شروع کی. او کس او را خداوند از زیر سایه رحمت خود واره نگاه نمیکنه. کی را میکنه؟ جوانی که حق از زوان شه زوانی که دی الله عبادت کنه. شابون نشأ فی عبادت الله، امی عبادت خود در جوانی مزه میده. از این خاطر یک طایفه که در زیر سایه رحمت الله می باشه کی است؟ جوانی که در جوانی در چی باشه؟ در عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد خاص تو را عبادت می و ایاک نستعین و فقط از تو مدد و کمک می. خب اینا لأمی ایاک نعبد و ایاک نستعین خوب معنایش بفهم، باز ببین که در افغانستان چطور گپ است. ایاک نعبد سیکن اصلا بود که نعبدو که تو را عبادت میکنیم، اینجا گفت نه ایاک نعبد، اینجا بگو که خاص تو را عبادت میکنیم. چی معنی؟ ایاک نسجد و خاص بر تو چی میکنیم؟ سجده میکنیم. پس کسایی که به یگان پیر ترای خود سجده میکنن با این آیت قرآن صحیح است یا غلط؟ الله دیدین در فیلمان شما میده که مولوی لونگیش هم صاحب پاچ 10 متر لونگی داره، باز میای صاحب ترکه خدی ماماجی باز پای لکش میکنه در پای سجده میکنه که ده مولا آخون زاده زویه. اینجا میگه که ولی در سوره فاتحه په منځ کې په هر رکعت کې وایو. چرا در هر رکعت نماز سوره فاتحه را میخوانیم؟ به خاطر که در هر رکعت به الله تعهد میکنیم که خدایا عبادت فقط به کی میکنیم؟ بر تو. فقط بر تو رکوع میکنیم، فقط بر تو سجده میکنیم، فقط بر تو حیوان ذبح میکنیم. حالا می کسایی که زیر پای عروس حیوان ذبح میکنه ضد ایاک نعبد است نیست. اونجا بر الله تعهد میکنه جزا برای الله تعهد میکنه که خاص برای تو چی میکنیم؟ عبادت میکنیم. آل رکوع عبادت است نیست؟ هست؟ سجده عبادت است نیست؟ ذبح کردن حیوان قربانی عبادت دی که ندی؟ ها؟ خب دعا عبادت است نیست؟ اینه. حالا این مردمایی که رویشان طرف قبر است ای پیر بابا معاف کر لو این با ایاک نعبد صحیح است یا غلط است؟ مولویش هم بالا سرش کلان که لونگی که احساس داشت میگه که بیره دی غرق دلتا وای چی ایاک نعبدو عبادت فقط چه تکیگی؟ الله تکیگی. حالا تزیر پای امی چیزا حاجیا گوسفند حلال میکنن نمیکنن؟ عبادت برای کی کرد؟ برای حاجی. در زیر قبر دینار بابا تا یا پسه یوسو عمل تا دیپ خولانده حلال کن. زد دینار بابا مسیحیم که
بیا موږ له خپل هغه پوښتنه کوي چې دا خلک خو په هغه کې چوپ څورک څه وخوره چې اوس دا ورته وایي چې دا شرک دی بیا نه راوړي. عوام دي بې عقل دي پرېږده چې راوړي دا به په شرک مبتلا وي موږ به کباب خورو. دم زیارتها که شیشته کلش نمیتونه است واره که بگویی شپول بابا مساییم دمون بابا شپول بابا ده بیا مونگ ده خلق بسونه براو بیا زیارت که الاول بیا خوشه کوام بیا مونگش ده خوش شرک سو کنه ده خو ناراوس بیا قل چوب سمخه که عوام تا چه ده خبر او که بیا بگل از نی راوڑی تو راوڑا ثواب لری عوام بیچاره ده چی مبتلا کردن؟ ده شرک و او تجارت خدا میکن دینداری نسته بوشو کنه ده خلق ده احساساتونا منفی استفاده و میفهمه که در شرک مبتلا است لکن به خاطر جیب خود یعنی چی بچه است حالا در زیارت ها که بری که کل زناک است همین توخ چی است سوتا چوب چی است لرگه است نه این میگه اولاد بتی فلانی بتی او کاکاوه کنجا شیشته و رجدان میفهمه که در شرک مبتلا است لکن جیبایش پر میشه نگوش تا ترین دوزخ تا الله رسید ما تا پیسی را که چه که خوب میفهمن از خاطر چی نمیگن؟ از خاطر پیسی خود نمیگن پیسی ده پرا نوی ذکر چه حق وی هر روز یک نفر آمد برای من 2000 روپیه داد تاویز بشه که 2000 روپیه برش میدم ما افتم تاویز چه که الحمدلله و اخبال دم که کیگی ریخچه دستی دارم 2000 روپیه در جیب خود ما سیست نه؟ ما افتم میره من ناق کفتم باز گفتم نیخی خوب شد که ما افتم ده ما بخلو که شفا نده شفا به قرآن که ده که؟ مالوی ده سوری و تتسوای مال زیچه دم کم خو سوری فاتحه وایم 2000 روپیه گرد کجا من؟ در جیب خود اینا لازی خاطر بر مردم نمیگه که شفا ده چی هست؟ ده قرآن است میگه شفا ده ما بخلو که ده کنه در قرآن جتم بایم اما قرآن ده که زن بایم اما قرآن ده و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین شفاء و رحمت به چی کده؟ به قرآن کده خب ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نستعین چی معنی که یا الله فقط از تو چی میخواییم؟ مدد میخواییم از دیر خلق نیست وای مدد علی مدد حسین مدد پیر بابا مدد لکرباز بابا مدد دولکی بابا مدد نمایی میترلام بابا مدد نمایی یه نفر وای مال که دخل سرگانو دولکی ولی وای قرآنی بابا وای دولکی بابا نو ده چی شده؟ مدد دلتا وای پا قرآن گر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله سوي آیا عالمان و جاهلان مساوی دی؟ آیا عالم و جاهل مساوی هست؟ او کسی که قرآن میفهمه و او کسی که قرآن نمیفهمه اگر کسی قرآن این معنای ایاک نستعین بفهمه بغیر از الله از کس دیگه استعانت نمیخواه چرا نمیخواه؟ به خاطر که یکی عالم اسباب است ما در عالم اسباب هستیم این عوض مکت او زنده هستم او نباشه زنده نیستم یگانه ذاتی که به اسباب نیاز نداره کی است؟ ذات الله او ذاتی که به اسباب میشنوه کی است؟ الله هست دیگه ما و شما گوش نباشه شنیده میتونیم؟ او کسی که کمک میکنه بدون اسباب کی است؟ الله هست پیغمبر میتونه بدون اسباب اولاد بیاره؟ تو کدام پیغمبر است که زن نکده باشه اولاد آورده باشه؟ اگر معجزه باشه صحیح است اما پیغمبر خود پیغمبر نمیگه که ربی اینی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ای پروردگارا استخوانای ما پوسیده شده سرم هم سرسفید شده برای من یک اولاد بده چون پیغمبر میفهمید که بدون سبب اولاد دادن کی میتونه الله میتونه پس این حال وقتی که تو استعانت میخوایی در استعانت از غیر الله میخوایی حالا ما تو گپ میذاریم حضرت محمد صلی الله علیه و آله گپای ما تو نمیشنوه نمیتونه چرا مخلوق بود بدون ما فوق اسباب که از بغیر از الله کسی دیگه نیست از این خاطر ما تو که درود میگیم توسط ملائکه ها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسانده میشه
اینا اگر ما به یک مخلوق میگیم که یا فلانی ما سر کمک که معناش چی شد؟ که صفت الله را بر کی دادیم؟ بر مخلوق دادیم. و در اینجا بر انسان مشکل پیدا میشه. و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. انسان مسلمان همیشه چی میگه؟ میگه اهدنا، هدایت کن ما را. به کی؟ به چی؟ صراط المستقیم. خب اینجا میگه که بعضی شاید سوال بکنه که من خب هدایت هستم، خب مسلمانیم، من خب هدایت هستم، من دیگه چرا این سوال، من چرا این دعا را بکنم؟ میگه یکی هدایت علم است، یکی هدایت توفیق است و یکی هدایت دوام است. چی میگه؟ خدایا مرا هدایت کن که در راه راست چی باشم؟ روان باشم، دوامدار. بسیاری کساست صبح مسلمان است دیگر کافر میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث شریف چی میگه؟ میگه خطر آخر زمان در چی است؟ که یک نفر صبح مسلمان است دیگر کافر. چرا صبح مسلمان است دیگر کافر است؟ به خاطر ازی که خصوصا همیال در اینترنت که شش دینه یک شیطان پرست میاد بر تو میگه چه دین څه کوي او د ملایان چې دی دوی په خبره نه پوهیږي او دوی خپل جاهل خلک دی او دغه استاد دایی چې دا یو بے سواد انسان ده او دا خلاص گپای قبول کردی بیا فلانی فرقه را قبول کردی، فرقه را گرفتی خلاص تو رو به کفر میکشه. از این خاطر مسلمان دعا میگن پروردگارا من خو مؤمن هستم لکن مرا توفیق نصیب بگو که در دینداری خود دوامدار برم، ات نشه که در نیم راه کشم کنه یک نفر و ببری من در راه غلط. بسیاری کسا هست که تا نیم راه که رفته، خصوصا نمیل همی فرقه شیطان پرست فری ماسونرز برآمده در داخل پوانتون معصلین کافر ساخته. کریستیان نصرانی ها هستن میان چی هست این خدا یکی نیست، عیسی علیه السلام بچه خداست. چطور شده؟ شما سایت که نمیل بسیاری افغانای ما یک سایت است نوشته سایت مسیحیان افغان. سایت کی هست؟ مسیحیان افغان. چرا؟ اونجا که رفته بر شکمک پیسه و دلار دادیش اهدنا الصراط المستقیم اینجا فایده میگیره که خدایا مرا اتو نکن که به خاطر 4 روپیه منحرف شوم و کافر و بیدین شوم. اونو صاحب اون همیاره که ببینی ما فیلمایشان است اون در هندوستان افغانای ما و شماست نصرانی شدن. پرسانشان کنی که چرا نصرانی شدی؟ کل گپ که میسنجی آخرش کل گپ سر چیه؟ سر پیسه هست. فقط برش پیسه میته و فقط برش گرین کارت میته و نشنالیتی هست فلانی جای میره میشه طور است. بینی صاحب دین خدا ترک کرده. بسیار مردم هست سیکولر شدن ماتریالیست شدن. بسیاری کسا فلسفه ماتریالیستی رو میخوان بخی از دین شدن. از این خاطر مسلمان در هر رکعت نماز خود به الله چی میگه؟ که اهدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ما را در راه مستقیم پایدار نگاه کن. صراط المستقیم کدام راه هست؟ راه راست. میگه صراط الذین، راه کسایی است که انعمت علیهم، انعام کردی بالایشان. پس در قرآن 3 قسم راه بیان شده. خوب فکرتان باشه، این بسیار مهم است فهمیدنش برای یک مسلمان. اینجا در قرآن چند قسم راه بیان شده؟ یک راه انعمت علیهم است، یک راه مغضوب علیهم است، یک راه ضالین است. صحیح شد نه؟ 3 قسم مردم در طول تاریخ یعنی 3 طایفه است. یکی است که انعمت علیهم بازدگاه آیت قرآن میگه من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. اینیا یک راه است که راه پیغمبر است. فرق بین از این 3 راه چی است؟ اینی راه که است راه اول هم علم داره هم عمل داره. فکرت باشه که هم علم داشته باشی قرآن بفهمی و هم به قرآن عمل بکنی تو انعمت علیهم هستی. مغضوب علیهم کدام کسی است؟ علم داره عمل نداره. شیخ الحدیث است و کت امریکایا خوب اندیوال است سر از این غضب الله. یهودا خوب عالم بودن. یهودا چی بودن؟ خوب عالم بودن. پیغمبر رو تو مشناختن که از اولاد خدام کده بیشتر مشناختن، لکن عقیده و به او عمل نمیکردن به علم خود. پس هر کسی که عالم بود و به علم خود عمل نکرد این چی هسته؟ مغضوب علیهم است. ضالین چی صفت داره؟ که عمل میکنه علم نداره. و چی به علم شیخی که هم در کفری بسده.
شیخ است به علم، قرآن نمیفهمه لکن تمام روز عمل میکنه. چی عمل میکنه؟ که بیکارمان میره در قبرستان نماز میخونه. کجا رفته بودی؟ والا رفتم در فلانی قبرستان. این نمیفهمه که در قبرستان نماز نمیشه. در قبرستان نماز نمیشه. پس چند قسم مردم شد؟ یکیش کی بودن؟ انعمت علیهم. چی صفت داره؟ که هم علم داره هم عمل داره. مغضوب علیهم چی صفت داره؟ علم داره عمل نداره. و ضالین کدام مردم هستن؟ عمل داره عمل در افغانستان چه قضیات است؟ تسبیح خوب کلان برش بگی که سوره فاتحه را خو ترجمه کو. والا عمل کو. عمل چی عمل کو؟ عمل بفهم. خب عالمیم این سوره خلاص شد نه؟ آل سوره را که خلاص کردیم میم کدام درس‌ها را از این سوره یاد گرفتیم؟ من خلاصه‌اش براتون میگم، باز شما اینجا تکرار کنین. باید کدام درس‌ها را از این سوره یاد گرفتیم؟ درس اولی که ما از این سوره مبارک یاد گرفتیم چی بود؟ این بود که پناه فقط به کی میشه؟ به الله میشه. بناهن از به غیر الله پناه نمیبریم. این درس اول فهمیدیم یا نه؟ غیر الله کی هست؟ درس دوم به غیر از الله تمام مخلوقات چی گفته میشن؟ غیر الله گفته میشه. بناهن اگر کسی به ملائکه پناه برد به غیر الله پناه برد. اگر به پیغمبر پناه برد به غیر الله پناه برد. اگر به اولیاء الله پناه برد به غیر الله پناه برد. اگر به سنگ، به چوب، به درخت، به بته، به بربو، به اسپن، به مری، به موره، به هر چیزی که پناه برد این غیر الله است. صحیح شد نه؟ این درس سومی است که تعویض درس گرفتیم که تعویض به معنای چی است؟ پناه دادن است. پس در تعویض هر چی که نوشته میشه اونمو رو به مو کس رو پناه میده. اگر به غیر الله پناه داد اینجا شرک ایجاد میشه. صحیح شد نه؟ این از اوضو این 3 درس گرفتیم نه؟ چند درس از اوضو گرفتیم؟ 3 درس. از بالله از لفظ الله کدام درس گرفتیم؟ که در الله در لفظ الله آفرین تمام صفات اسماء و صفات الله که است اسماء و صفاتش در چی خلاصه شده؟ در الله خلاصه شده. پس وقتی که یک دفعه الله میگیم مثل که تمام نام ها و صفات الله را یاد کردیم. از این خاطر خدا و سختن تعالی و گاد بگوییم خوب است یا الله بگوییم؟ الله بگوییم. این از این است. از شیطان الرجیم چی درس گرفتیم؟ که شیطان متعصب بود، متکبر بود و میگفت ما از دیگاه چی کردیم؟ از آدم که در رتبه بلندتر است. بناهن پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، عرب، عجمی که قوم پرستی میکنه این شاگرد کی هست؟ شاگرد شیطان است و شیطان رجیم شد، رانده شد. این انسان هم چی میشه؟ از بارگاه الله رانده میشه. از الحمدو چی درس گرفتیم؟ از الحمدو درس گرفتیم که انسانی که عقیده درست داره به غیر از الله حمد و ثنا و صفت به مخلوق دیگه نمیگه. با پیغمبر چی میگه؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. برای پیغمبر چی باید بگوییم؟ درود بگوییم. اگه کسی پیغمبر را دوست داره برای چی بگویم؟ درود بگویم. چون الله و ملائکه کلگی بالای رسول الله هم چی گفتن؟ درود گفتن. خب از الحمدلله رب، از کلمه رب چی رو یاد گرفتیم؟ که رب کسی است که آفرین ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. بناهن کسانی که قانون غیر الله را تطبیق میکنه او را خدای خود گرفته یا نگرفته؟ پس کسایی که قانون غیر الله را تطبیق میکنه در حقیقت خدای خود کی را گرفته؟ غیر الله را گرفته. یه از کلمه رب. العالمین از این درس گرفتیم که الله سبحانه و تعالی تنها پروردگار انسان ها نه بلکه پروردگار جامدات و مایعات و گازات، از کلش الله پروردگارش است. کلش در تصرف الله است و کلشان تسلیم قانون الله است.
از الرحمن الرحیم چی دست گرفتیم؟ که الله ذات مهربان و بخشاینده هست. در دنیا برای کی زیاد نعمت میته؟ بر دشمنای خود. تا که دشمن خوب بس مثلا پا یو کور که کنه یک نفر از در خانه خود یک دانه یک گنجشکک داره و یک داره در خانهش موش است. برای موش خوب کیک هم میمانه در تلک، برای گنجشکک یک توتک نان میته. صحیح نه؟ این حال بخاطر از این که بر از اون نان میته خود گنجشکک خوش داره، بر از این کیک میته خود یک کیک خوره خوش نداره که از اون زارام است. این حال بنده های الهی چی هستن که الله ذات رحمان رحیم است. بنده خدا که مؤمن است او را امتحان میکنه تا رتبهش چی کنه؟ بلند ببره. یعنی هر قدر که انسان امتحان میشه به اندازه رتبهش بلند میشه. خب مالک یوم الدین، از مالک یوم الدین چی یاد گرفتیم؟ که الله به حساب رب العالمین مالک دنیا هست و مالک یوم الدین الله پروردگار روز آخرت. چرا یوم الدین گفت؟ به خاطر از اینکه این روز قیامت روز کدام مردم است؟ روز دیندار است. در این روز بیدینا شرمنده و خجالت می‌کشند. ایاک نعبدو چی یاد گرفتیم؟ که ما هر چیزی که نامش عبادت است رو فقط به کی میکنیم؟ به الله میکنیم. از این خاطر به غیر الله سجده نمیکنیم. مونگ پیرمیر تا سجده مجده نکو. زیر پای کسی ما قربانی نمیکنیم. اگر دعا کردیم روی خدا به تو کدام طرف دور میتیم؟ به طرف قبله دور میتیم. خب پس هر چیزی که نامش عبادت است او رو فقط برای کی میکنیم؟ چرا که ما تعهد میکنیم به الله هر روز در نماز خود که پروردگارا فقط به تو عبادت میکنیم. و ایاک نستعین، وقتی که مشکل سر ما آمد در عالم ما فوق اسباب از کیم کمک میخوایم؟ از الله. چرا که الله بدون اسباب کمک میکنه، اما مخلوق بدون اسباب کمک کرده نمیتونه. اهدنا الصراط المستقیم، چرا هر روز دعا میکنیم که پروردگارا ما را بر راه مستقیم ثابت قدم بگو. چی؟ ثابت قدم. حالا ما صراط مستقیم روان هستیم، لیکن خدایا کش ما نکنه این طرف دشمنای اسلام، ما را در راه اسلام چی بود داشته باش؟ ثابت قدم داشته باش. خب الصراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چی درس گرفتیم؟ که در دنیا چند طایفه مردم است؟ 3 طایفه مردم است. یک طایفه که علم داره، خدا را میشناسه، قرآن را میفهمه و به او عمل میکنه، این انعمت علیهم است. اما او مردمایی که خوب شیخ الحدیث و شیخ التفسیر است، خوب قرآن را ترجمه میکنه خو عمل نمیکنه، این چی است؟ مغضوب علیهم است. و او کسانی که عمل میکنن بدون علم چی هستن؟ ضالین، گمراه هستن. یهود علم داشتن عمل نداشتن. نصارا چی بودن؟ یا صاحب کلشان ملنگا بودن، علم نداشتن. ازدواج نکو، واده نکو، خزم نکو، کار کل التزام کلیسا کی چملم. این مردم ها چی بودن؟ یا عمل داشتن، علم نداشتن. الله سبحانه و تعالی ما و شما را توفیق بده که مطابق قرآن عمل بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی را که ما امروز فهمیدیم و درک کردیم می است که وقتی به خانه های خود رفتیم و امیر عملی بگردانیم و غیر از الله میگم بربو و چیزا را که یا دود میکنن یا ایره میمانن، بیایی که امیر عمل کنیم و وقتی به خانه های خود رسیدیم امیر را بخی گم بگردانیم. ما امیر یاد گرفتم انشالله به خانه خودان که رفتم و ایره عملی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن درس څخه ما دا زده که چې الحمد چې دی کې یوازې ټول حمد او ثنا او صفت چې دی هغه الله جل جلاله ته خاص دی او بل چاته چې دی حمد او ثنا نه ویل کېږي. او څرنګه چې مولوي صاحب محترم ویل چې حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دی موږ او تاسو باید درود شریف وایو او ثنا او صفت یوازې د الله وکړو او حمد او ستاینه د الله وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځ درس کې موږ چې ما نوی زده کړو او مخکې چې ویلې مو خو نن مې نوی زده کړو هغه دا و چې په دنیا کې 3 رقم چې صراط الذین 3 طایفې دي. اول انعمت علیهم چې هغه هم علم لري هم عمل کوي، هم دوهم طایفه چې دی غیر المغضوبی چې هغه هم علم لري او عمل نه کوي. هم دریمه طایفه کې هغه ده چې علم نه لري عمل کوي. مثال چې چیرته دی په زیارت کې لمونځ کوي یا په قبر باندې لمونځ کوي، فقط نوم باندې لمونځ کوي چې موږ ته نه لمونځ کړی ده، اما عمل نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم.
ما چې کم نننی درس نه زده کړه مولوي صاحب وفرمایل ویل چې تکبر چې دا شیطان چې دا په تکبر باندې د الله دربار نه شړل شوی ده نو تکبر انسان هغه سړی ذلیله کوي هغه خوروي زه مثلا یو حدیث کې فرمایلی دي چا چې عاجزي الله ته وکړه هغه به الله تعالی جګ کړي او چا چې تکبر وکړ هغه به الله ټیټ کړي دا د شیطان هغه لوی مثال ده نو په دې خاطر باید موږ تکبر ونه کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله ما خو یو څه مې زده کړو د رب په معنا مې په باره کې مې الحمدلله ډېر شیان زده کړو د مولوي محترم نه. رب معنا داسې ده یعنې چې د الله ذات د باید فقط د الله ذات عبادت وشي او د هغې قانون په ځمکه باندې یعنې په ټول عالم باندې عملي شي تطبیق شي عملي شي. فرض مثال یعنې د الله قانون په یو هیواد کې په یو ځای کې شته یعنې قرآن او حدیث شته یعنې فقط قرآن. نو که چیرې یو بل قانون خلک عملي کړي بغیر د قرآن نه یعنې قرآن قانون عملي نه کړي نو دې ځای کې د قرآن سره اختلاف راځي. یعنې رب معنا داسې ده چې یعنې فقط الله ذات عبادت وشي او د هغه قانون عملي شي بس بل قانون ته ضرورت نشته. کله چې قرآن او حدیث وي نو په نړۍ کې په هېڅ ځای کې بل قانون ته ضرورت نشته. دا الحمدلله دا مې زده کړو. بل دا چې مولوي صاحب ویلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په باره کې مې یعنې دا قومي تعصبات په اسلام کې الحمدلله په اسلامي نظام کې یعنې په اسلام کې د صحابه کرام په وخت کې یعنې دا پښتون تاجک هزاره افغاني پاکستاني ایراني نشته چې کوم ځای کې مسلمان فقط مسلمان سره ورونه دي. دا مسلمان په منځ کې چې باتفاقي راغی او مسلمان سره یو امریکایي شو بل لبنانی شو سوریه شو مصري شو دا په منځ کې دا یهود نصارا منځ ته راوستو. پخوا چې اسلام ټول فقط یو عالم اسلام بس په مصر کې یو مسلمان ژوبل کېده یا زخمي کېده دلته مسلمان ورباندې پازابېدله اما اوس چې نه پازابېږي زه هغه مصری زه افغانی یم. دا فقط د باتفاقۍ العمل ده او د شیطان یعنی د شیطان پیروی العمل ده. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما از درس مولوی صاحب یاد گرفتم که در این دنیا هر کس از خود یک روز داره. مثلا برای نشالسا یک روز است، برای معلم یک روز است، برای هر بیدین روزهای متعدد یا مختلف می باشه. و روز قیامت که است روز دیندارا می باشه، روز خوشحالی دیندارا می باشه و اینمی روز قیامت روز تباهی و روز بدبختی نمی منافقا کافرا و غیره می باشه. و دنمی روز قیامت که است یعنی در وقتی که محشر یا حسابی می شکلگی دی وقت متقیا و پرهیزگاران بسیار خوش می باشه و از اینکه عملنامه‌شان در دست راستشان برایشان داده می شود. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز از درس مولوی صاحب ما یاد گرفتیم که بر علاوه که از اینکه الحمدلله شریف سوره فاتحه میگن به نام ام الکتاب هم یاد میگن و هر شخصی که همین سوره فاتحه را با تفسیر و ترجمه خوبتر یاد گرفت و به این معنی است که همه کتاب همه قرآن شریف به صورت درستش میفهمه. و نقطه دومی است که ما باید از شرکیات صرف نظر کنیم یعنی از شرکیات بپرهیزیم چون شرکیات بسیار گناه بزرگی دارد. چنانچه مولوی صاحب گفتن که هرگاه ما 39 روز یا 40 روز هر چقدر عبادت بکنیم اما اگر یک روز ما به شرک مبتلا شیم همون ثواب و همون عبادت ما هیچ میشه و به همین دلیل ما باید از شرکیات دوری کنیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اشکم چکد هر نیمی شب بر صفحه قرآن من گویا که آتش میزند هر آیش بر جان من. قرآن مگو دریاست این دریای ناپیداست تا جاودان بر جاست این هر آیش برهان من. از برکتی هر آیه بینم ز رحمت سایه هر دم پناهم میدهد از آتش پنهان من. قرآن گرفتم سوختم لب راز حیرت دوختم لب راز حیرت